باشه که فرضی برای ما خوندن نمیتونیم. برای همه شهرونده تاجیکستان فرضی که ما مسلمان نمازمون در با تمام خوندن نمیتونیم. ما گناهکاریم مگر ما برای زندانی میکنن ریشورا میترشن. نه یک ویدیو را تماشا کردم که در تیرامو درخت نوک گل کرده است. درخت نوک در تاجیکستان گل کرده است. این همین روز ما همین سر تماشاش کردیم. درخت نوک این که چی نشانه دارد؟ امروز جوانان تاجیک ما باوری دارند که همه بیدار شده که همه همه باوری دارم که نمیخواد جوانی که جمع شده که انشالله ما باور داریم ما میگیریم این مولی را میریم مولی برد دف شو در کار نیستی. این قدر جوانات نظر کو ما نه پدر را دیدیم نه میری مادر را دیدیم نه میری فرزند را دیدیم همه غریبیم در اینجا خاموشیم. نه پدر ما را دیدم حالا من 9 سالش مهاجرم 9 سالش ما 16 سالگی مهاجرم در همینجا. من پدر ما ندیدم مادر ما ندیدم زن ندارم تو 25 ساله شدم من زن ندارم. برای چی زن ندارم بله من میترسم که فقط زن گیر با 2 ماه من در مسکرم زنی من در اونجا فرزندی من در اونجا من نم فرزندی که شیرین است باید در دست گریفتی با دهن آسانه است که 2 میلیون مهاجر داره 8 میلیون اهالی داره در تاجیکستان فقط موسفید زنک دختران مانده از کودک ها دیگر همه جوانان در همینجا هستند. خیتایی های میرز آمدن در تاجیکستان کار میوان برای چی جوانان شهرونده تاجیکستان جای کاری افتن نمیتونن. برای چی بیزنس میدای سوداگری تاجیک میلیاردرهای تاجیک در تاجیکستان خود کار کردن نمیتونن تجارت خودشون پیش بردن نمیتونن. برای چی همسایه که شرطنامه بسته نمیتونن رها و محکمه تو که با همسایه دوست نباشی یا با الله قسم تو یکان کار پیش نمیره. واقعی ازبکستان را همون محکم کرده که تجارت با روسیه ما دیگه دولت ها فروختن نمیتونیم. گاز هم محکم کرده است که تو 2006 گاز بود در تاجیکستان. این کثافت این سال آمد تمام زمین قاق شد. امام علی تا این سال